ایران کنار بقیه کارهاشون بیکار نمیمونن. زمین‌های کشاورزیشون رو کشت کردن و سر میزنن بهش، وقت آزاد دارن. حالا میخوان ابریشم تولید کنن، یه عده پاچه باف دارن، یه عده رشیدوز دارن. تخمای کرم ابریشم از شرکت ابریشم تهیه میکنن توی جوای مخصوص. بهار هنوز سرما هست، سرمای زمستون. یه جای گرم نگهداری میکنن تا از داخل اون تخم کوچیک یک کرم کوچیک در بیاد. به کرم باید غذا داد. به کرم ابریشم چه غذایی بدیم؟ برگ درخت توت. غذای اصلی کرم ابریشمه. اما کرمو نمیتونیم توی روستا رو زمین بریزیم. مرغ و خروس دخلشو میاره. پس باید یه جایی برای این کرم آماده کنیم که دور از دسترس مورچه و مرغ و خروس قرار بگیره. سازه‌ای میسازن به نام تلمبار. این ماکتشه، کوچک شدهشه، ارتفاعش 3 متره، طولش 10 متره. این سازه زیر سقفش رو صفحاتی رو میندازن، پر برگ درخت توت میکنن، کرما رو روشون قرار میدن. کرما شبانه روز شروع میکنن به خوردن برگ درخت توت. تا 4 مرحله پوست اندازی میکنن تا به مرحله‌ای میرسن که برای خودشون یه خونه درست میکنن. اسم خونه اصلی کرم ابریشم پیله است. اینا همه نخ ابریشمه. ما تقریباً 10-12 روز پیش رفتیم کارخانه ابریشم سامنسرا و این مراحل از نزدیک دیدیم. یه 7-8 تا کرم به ما دادن، آوردیم اینجا براشون برگ توت گذاشتیم تا کرما رسیدن به مرحله پیله زدن.